سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. به یه ویدیوی دیگه خوش اومدین. اسم من شیواست و میخوام امروز یک فیلمی رو براتون نقد کنم که خیلی منتقدین در واقع اعتقاد دارن که شبیه وولف آف وال استریت هست ولی نسخه ضعیفترشه. خب این فیلم پین هاسلرز یا دلالان درد هست، محصول سال 2023، کارگردان دیوید ییتس و درام هیجان انگیز و جنایی ژانر فیلم. خب بازیگرای بسیار مطرحی مثل امیلی بلانت و کریس ایونز، کاترین اوهارا و اندی گارسیا درش بازی میکنند. IMDbش 6.5 از 10 و راتن تومیتوز 24% شده. خب فیلم در واقع اگه بخواید به امتیازاش نگاه کنید میبینید که خب بسیار متوسط یا حتی متوسط رو به ضعیفه، ولی خلاصه داستان در واقع اگه بهتون بگم یک فیلم سرگرم کننده هست با فیلمنامه‌ای که نه چندان قویه. داستان راجع به لیزا دریک هست، یک مادر مجرد که همراه دخترش یک زندگی سختی رو دارن و کار درست حسابی و درآمد خوبی هم نداره. در یک کلوپ شبانه کار میکنه. یکی از این شبا فردی به نام پیت در این کلوپ میاد و با لیزا صحبت میکنه و پیت از شخصیت لیزا خوشش میاد و اون رو دعوت میکنه به یه مصاحبه کاری برای یک شرکت استارت آپ دارویی. خب لیزا هم براش جذاب به نظر میاد، مصاحبه رو میپذیره و روزهای بعدی میره به مصاحبه. چیزی که اینجا خیلی جالب هست روند داستان از اینجا به بعده. خب لیزا با اینکه هیچ تخصصی و مدرکی در زمینه داروشناسی یا داروسازی نداره و صرفا فقط مدرک دیپلم داره، خب اینجا تو مصاحبه قبول میشه و کاری که باید بکنه اینه که یک دارویی به نام لونافن رو به دکترها بفروشه برای کسایی که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکنن. خب رئیس شرکت دکتر نیل هست با بازی اندی گارسیا و پیت رو هم که نقش همکارش هست رو کریس ایونز بازی میکنه. خب این یک دارویی هستش که مجوز خاصی نداره، یک شرکت دارویی صرفا داره اون رو به بازار عرضه میکنه، مشخصات خاصی نداره. لیزا باید این رو به دکترها معرفی کنه تا برای بیماری سرطان تجویزش کنن. خب این در واقع به فیلم میخواد اشاره کنه به پشت پرده فساد شرکت‌های دارویی و اینکه چطور فروشنده های این داروها به هر نحوی میخوان با پزشکا در واقع ارتباط رو داشته باشن تا با نسخه هایی که دکترها می نویسن این بیماران مصرف کنن، یا این فروشنده ها با هر ترفندی که شده میخوان این داروها رو به بازار عرضه کنن. از اون بدتر پزشکایی هستش که با دریافت مثلا پول یا ارتباطات بیشتر یا یه جور امتیازاتی که به هر حال به دکترها تعلق میگیره قبول میکنن تا این داروها رو به بیماران تجویز کنن. خب اگر بخوایم نقد کنیم که فیلم چجوری به این مطلب پرداخته، یک نگاه سطحی داشته و اصلا نگاه عمیقی نداشته به پشت پرده فساد شرکت‌های دارویی و جزئی نگر نبوده، در صورتی که ایدهش خیلی ایده خوبیه و جذابیه. نتونسته فیلمنامه قوی داشته باشه که مخاطب رو از طریق فیلمنامه جذب کنه. یکی از اشکالات فیلم هستش. یکی دیگه اینه که در واقع میخواستن روی شخصیت لیزا دریک تمرکز کنن که امیلی بلانت نقشش رو بازی میکنه که اون هم نتونستن اونقدر تحول شخصیتی لیزا رو خوب به نمایش بکشن. در واقع لیزا یک شخصیت پیچیده و چند وجهی داره توی فیلم. بعضی وقتا شخصیت آدم مظلوم رو بازی میکنه، بعضی وقتا شخصیت آدم اغواگر رو و متقاعدگر رو بازی میکنه و
بعضی وقتا هم در واقع نقش آدم احمق رو بازی میکنه برای اینکه به خواسته هاش برسه. خلاصه لیزا دریک میتونه داروها رو بفروشه و با دکترها ارتباط میگیره، شرکت به موفقیت ها و درآمدهای بالایی میرسه و خب لیزا هم هیچ مشکلی با این نداره تا جایی که دیگه یه جورایی اون حس گناه بهش دست میده، وجدان لیزا یه جورایی وارد عمل میشه و لیزا تصمیم میگیره که رازهای شرکت و تمام کارهای شرکت رو به مقامات قضایی اطلاع بده. خب این که داستان در واقع چجوری این شخصیت رو میرسونه به این حالت و تبدیل شخصیتی لیزا، خب یه جورایی زیاد واضح نیست، گنگ، اونقدر نمیپردازه به این تغییر شخصیتی لیزا. ولی در کل میتونم بگم نقاط مثبت فیلم اینه که ایدهش خوبه، ایده خوبی رو داره و چون بازیگرهای بسیار مطرحی مثل کریس ایونز و امیلی بلانت هستند، این فیلم سرگرم کننده و جذاب شده. ولی خب اگر که زمان بیشتری به شخصیت پیت که کریس ایونز بازیش میکنه داده میشد و بیشتر به این شخصیت پرداخته میشد، ما بازی بهتری رو هم میتونستیم از کریس ایونز ببینیم. نقش کریس ایونز در فیلم نقش در واقع منفی خاکستری هست، ولی خوب تونسته از ایفای نقشش بر بیاد. اندی گارسیام در نقش دکتر نیل که رئیس شرکته، که جالبه بدونید دکتر نیل یکی از شخصیت‌های منفور این فیلم هست که با شعار در دست میخواد این قرص لونافن حتی برای کسایی که بیماری سرطان هم ندارند تجویز بشه که بتونه از فروش این دارو به مبالغ بیشتری برسه و پول بیشتری رو کسب بکنه. خب این بود از خلاصه فیلم و میخواستم بگم که اگر میخواید یک فیلم سرگرم کننده ای رو ببینید در حد 2 ساعت و خورده ای، میتونه گزینه جالبی باشه، ولی خب مثل فیلم The Wolf of Wall Street اونقدر نتونسته به همه جنبه‌های شخصیتی یک فرد بپردازه و اونقدر نتونسته موفق بشه، ولی خالی از لطف نیست برای اینکه یک بار ببینیمش. خب بچه ها نظراتتون رو برای من بنویسید تو کامنت ها. آیا این فیلم رو دیدید؟ با این توضیحاتی که من دادم میخواید ببینیدش یا هر چیزی؟ و حتما سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره، خیلی ممنون میشم ازتون. و اینکه مواظب خودتون باشین، خودتون رو دوست داشته باشین. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.